بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام و هزاران تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. رمضان بار دیگر سفره پرمهر خود رو برای ما پهن کرد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر ما رو به رمضان رسوند. یک بار دیگر این سعادت و افتخار نصیب شد تا به همراه شما خوبان و عزیزان و سروران در لحظه های آسمانی ماهی دیگر از ماه‌های پربرکت رمضان میهمان الطاف الله متعال باشیم. از دیروز درهای بهشت بار دیگر باز شد، درهای دوزخ بسته شد و شیاطین به زنجیر بسته شدند تا بندگان الله متعال آستین همت بالا بزنند و در این سفره عظیم بر این سفره عظیم بنشینند و در این مسابقه بزرگ با هم به مسابقه بپردازند برای دست یافتن لطف و احسان و فضل و رضایت الله متعال. رمضان بار دیگر اومد. رمضان ما رو دریافت. قبل از اینکه ما آمادگی آنچنانی داشته باشیم، رمضان امسال احساس میکنیم زودتر از سالهای گذشته به ما رسید و الحمدلله که بار دیگر به همراه شما عزیزان و سروران در لحظه های آسمانی اولین روز ماه مبارک رمضان میزبان و میهمان خانه های شما خوبان و سروران هستیم. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود با اولین برنامه از برنامه‌های لحظه های آسمانی که با امید الله متعال تا آخرین روز ماه مبارک رمضان در همین ساعت خدمت شما خوبان و سروران پخش خواهد شد با موضوعاتی متنوع و مختلف در فضای رمضان. جناب دکتر عرض سلام و ادب و تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. جزاکم الله خیرا. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت بینندگان عزیزی که ما را همراهی میکنن در سفره های رمضانی و لحظه های آسمانی و همچنین خدمت مدیریت و دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق که منت نهادند و این فرصت رو در اختیار بنده و بینندگان عزیز قرار دادن تا بتونیم لحظاتی روحانی رو داشته باشیم. واقعا جای تبریک داره و جای شکر که خداوند متعال همچنین فرصتی داد که باز رمضانی نصیب ما بشه. خیلی از عزیزان بودند که سال پیش ما رو همراهی می‌کردند در روزه گرفتن و در قیام و صیام ماه رمضان و امسال نیستند و حالا شاید سال آینده ما هم نباشیم و عزیزانی باشند که یا خیلی از ما و بینندگان عزیز جز رفتگان باشیم. پس این یک فرصت طلایی است، فرصت طلایی که ما بتونیم از این فرصت بهترین استفاده رو ببریم. فرصتی که ببینید اصلا کل جهان دچار یک تغییر و تحولاتی میشه برای رمضان. دیشب درهای بهشت گشوده شد، درهای جهنم بسته شد، شیطانها به زنجیر کشیده شدند. الان ما خودمون فرد ما احساس میکنیم که دیگه وسوسه شیطانی
وجود نداره. جالبه که رمضان رو البته ما هم با یک شیوه بهتر از پیش ازش استقبال بکنیم. استقبال رمضان به این نمیدونم رمضان مبارک هایی که تو واتساپ ها با هم دیگه رد و بدل میکنیم، تو تلفنامون به هم دیگه تبریک میکنیم، با اینا نمیشه. وقتی که دلها پر از حقد و کینه و دشمنی و نمیدونم خاطرات بعد از هم دیگه است، این نشد رمضان مبارک. وقتی که روابط اجتماعیمون برادر خواهرها به جون هم افتادند، عزیزان و نزدیکان رو با هم میبینیم که در افتادند، روابط اجتماعی و صله رحم کم رنگ شده، باز به هم دیگه میگیم رمضان مبارک. خودمون هم میدونیم دروغ میگیم، رمضان هم میدونه ما اهلش نیستیم. این رمضان رو باید با یک سینه های پاک، با یک بینش جدید از زندگی، با یک تغییر و تحولات جدید، با یک نشان دادن به خدای منان که اگر هم کوتاهی و لغزشی از ما بوده، از شیطان بوده. ما خودی به خودی خود ما صافیم و پاک، ما فرزندان آدمیم با همون صداقت و صمیمیتی که در سرشت اولین به ما داده شده. ما فرزندان پیامبران هستیم با اون صداقت و با اون صمیمیت و با اون تقوا. قلبمون پاک هست. حالا اگر یک کوتاهی هایی بوده، یک لغزش هایی بوده، اینا از وسوسه شیطان بوده و الان نشون بدیم که شیطان که نیست، ما همون پاکانیم. به این صورت میتونیم رمضان رو به آغوش بگیریم. رمضانی که یه فرصت بسیار بی‌نظیری هست. ببینید اینقدر رمضان شیرین هست، اینقدر خوب هست که خداوند متعال در رمضان میخواد ببخشه. دنبال ما میخواد فقط بخواد یک اینه که بهانه‌ای بدیم که بخشوده بشیم. همه چیزمون من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. یعنی هر چه ازت صورت گرفته در رمضان، فقط همین رمضان رو برای خدا ایمانا و احتسابا، با ایمان درست، با رابطه درست با پروردگار، با خدا یه رابطه صمیمی برقرار کردن، احتسابا که اجر و پاداشش رو فقط و فقط از خداوند میخوایی، یه داد و ستد خودمونی با پروردگار. غفر له ما تقدم من ذنب. یعنی هر چه که از انسان سر میزنه خداوند ازش در میگذره. یک آشتی کردن با قرآن کریم. همینطور یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو میخوندم، استاد سلیمانی عزیز، موندم توش، که هر سال جبریل می اومد با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یتدارس القرآن. جبریل می اومد با پیامبر قرآن میخوند. برای چه قرآن میخوند؟ قرآن میخوند که مثلا ما میخونیم که آقا حفظ کردم قرآنم رو مراجعهش بکنم، یکم پخته بشه. پیامبر که این حرف براش نبود. لا تحرک به لسانک ان علینا جمعه و قرآن. این اصلا پیامبر قرآن تو دلش تو نقش بسته، نوشته شده، نیاز وحی منزل بر پیامبر، دیگه نیاز به مراجعه نداره، خطری این نیست فراموش کنه، اینو اصلا مطرح نیست. پس چیه یتدارس القرآن؟ یعنی اینی که می اومد جبریل می اومد با پیامبر این کلام رب العالمین رو، رسول الهی جبریل امین که کلام الله رو آورده به سینه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم منتقل کرده، پیامبر بشر و پیام آور وحی، این دوتا میشینند که بیا با هم کلام رب العالمین رو اولا از خوندنش لذت ببریم، بعد درست بفهمیمش، ببینیم خدامون از ما چی میخواد. ما در رمضان میاییم احساس میکنیم این کتاب مبارکی است که خداوند بر ما فرستاده، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. این خداوند متعال این کتاب رو برای ما فرستاده. برای چی؟ برای اینکه ما اولوالالباب بشیم، صاحبان بصیرت بشیم، صاحب عقل بشیم، صاحب درایت بشیم، قرآن رو بخوانیم، در قرآن غور کنیم،
با تمعن در قرآن ببینیم که خداوند متعال از ما چی میخواد، قرآن از ما چی میخواد. بعضی وقتا ما فقط فکر میکنیم که قرآن هی بگیر از اول تا آخر قرآن رو بخون، توتیوار خواندن، اینو خداوند از ما نخواسته. پیامبر از ما نخواسته که هی قرآن بگیم آقا امسال چند ختم کردی؟ 5 ختم کردم، 10 ختم کردم. آقا فلانی هر شبی یه ختم میخونه. یه ختم میخونه، آیا این یک ختم رو میفهمه؟ آیا کلام الله که بر ما نازل شده رو میفهمه؟ اقبال شاعر و فیلسوف شرق که مشهور هست، اقبال لاهوری، در کودکی قرآن رو میخون و از زودی میخواست که به اصطلاح ختم کنه. پدرش اومد گفت پسرم چی کار میکنی؟ گفت میخوام که قرآن بخونم. گفت عزیزم قرآن اینطوری خونده نمیشه، قرآن رو باید طوری بخونی که انگار که بر تو نازل میشه. قرآن رو باید طوری بازش کنی انگار که این جبریله، کلام الله عزوجل رو آورده بر توی فرد، نه آورده بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که تو الان فقط بخونیش و قیافه بگیری جلوی مردم که 5 دفعه قرآن رو تلاوت کردم یا ختم کردم. نه، قرآن رو بفهمی، لیدبروا آیاتی. این قرآن رو بفهمی و بفهمی که قرآن اومده برای اینی که روش و راه عمل بشه. قرآن رو خداوند برای ما فرستاده تا به اون عمل کنیم. اون وقت ما اومدیم قرآن خوندن شده برای ما عمل. قرآن رو آورده که ما اون رو در زندگیمون پیادهش کنیم. این زیبایی قرآن تو اینه. وقتی میبینیم که در آخرین رمضان پیامبر و جبریل 2 بار قرآن رو با هم مراجعه میکنن، با هم میخونن. جبریل میخونه، پیامبر گوش میکنه، پیامبر میخونه، جبریل گوش میکنه و میایستن. زیباست که ما مثلا پیامبری نداریم که قرآن بخونه از اول تا آخر همینطور رد بشه بره، نه، روی هر آیهش میایسته. جایی که ذکر نعمتهای الهی است، از ته دل، از اعماق وجدانش دعا میکنه خدایا بار الها از این نعمتهای الهی منو محروم نکن، این نعمتهای الهی رو به من بده. وقتی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، مؤمن کل وجودش گوش میشه و میگه لبیک یا الله، که خدا از من چی میخواد. بعد از این حتما یک امر الهی است تا من عملش کنم، یا یک نهی است از جانب پروردگار که من از اون دور بشم. وقتی که خداوند صفات مؤمنان رو ذکر میکنه، مؤمن میاد میگه بار اله منو به این صفات زیبندم کن. وقتی صفات مشرکان و منافقان میاد، مؤمن از این صفات اظهار نفرت میکنه و از خداش میخواد که اون رو از این صفتها و از این ویژگی هایی که خاص غیر مؤمنان دورش کنه. وقتی که عذاب الهی ذکر میشه، جهنم و عذاب الهی ذکر میشه، از خداش میخواد که اون رو از این عذاب نجات بده. یه نوع تفاعلی با قرآن، یک نوع خودمونی زندگی کردن با قرآن، یک نوع احساس کردن که قرآن خطابش برای منه، برای زندگی است. قرآن این نیست که بگیریم پوشش بگیریم تو تاقچه بذاریمش. قرآن راهکار زندگی است. قرآن یعنی زندگی. تو وقتی از ام المؤمنین عایشه صدیقی میپرسیدن که پیامبر اخلاقش چی بود، میفرمود که این دیگه سوال نداره، کان خلقه القرآن. اخلاق پیامبر قرآن عملی است. قرآن عملی. اینجاست که دیگه خداوند متعال پیامبرش رو وقتی وصف میکنه، توصیفش میکنه، میگه که انک علی خلق عظیم. یعنی این عظمت یک انسان، ویژگی یک انسان، شناخت یک انسان به این قرآنه. ببینید ماه رمضان با ماهای دیگه چه فرق داره؟ همون خورشید خانمه که میاد طلوع میکنه غروب میکنه، همون ماهی که میاد و میره. یعنی روزای رمضان همون روزای تکراری سال هستن. اما چون که ماه رمضان قرآن اومد و ماه رمضان شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که داخلش قرآن اومده، این ماه بر تمام روزها و سالها برتری پیدا کرد. چون که این ماه اومده
قرآن اومده توی این ماه، اصلا این ماه یه چیزی دیگه شده، یه شخصیت خاص خودش رو داره، آداب و رسوم خاص خودش رو داره، روحانیت خاص خودش رو داره. اصلا رمضان رو با هیچ یک از ماهای سال نمیشه مقایسه کرد. انگار که روزهای ماه رمضان یه چیزای دیگه هن. مثل این که روز مثل روزهای پیش نیستن. شبای رمضان یه چیزای دیگه هن. نمیشه اسمشو مثل شبای دیگه گذاشت. فقط به خاطر چی؟ انزل فیه القرآن. الان نازل شده در اون قرآن. اگر همین قرآن در قلب من و شما نازل بشه، این قرآن رو بذاریم تو دلامون، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که انا انزلناه فی لیلة القدر، در شب قدر وقتی قرآن نازل میشه، میشه خیر من الف شب. یک شب میشه بهتر از 80 و اندی سال. یک شب بهتر از هزاران ماه. به همه این فضیلت ها به خاطر قرآن کریم، فقط به خاطر نزول قرآن کریم. الان وقتی میبینیم که همین قرآن کریم در قلب یک انسانی فرود میاد، نازل میشه، اون وقت دیگه اون انسان میشه بهتر از خیر من الف شهر. اینجا میگیم خیر من الف جماعت و مجموعه بنی آدمی. اون فرد میشه بهتر از 1000 قبیله، هزاران هزار انسان. این فرد از اون بهتر میشه. چقدر افرادی که رفتن، خاک جسمای اونا رو خورد، وجود فانی اونا رفت، اما وجود باقیشون هنوز هست. تا الان ما اسمای امام بخاری و امام مسلم رو داریم. تا الان ما یاران پیامبر رو تک تکشون اسمشون رو میشناسیم، رشادت هاشون رو بی خاطر داریم. اهل قرآن رو اهل الله هستن دیگه. اهل قرآن اهل الله، اینا از یک خانواده دیگه هستن، از قبیله خدان، اینا از عزیزان خدان. این اهل الله رو میبینیم که اسماشون رو میدونیم، زندگیشون رو میدونیم چطور زندگی کردن، چی کار کردن. تا الان ما افتخار میکنیم به وجودشون. یعنی اونا نمردن، یادشون زنده است. چیزی که یاد اونا رو زنده کرد چیه؟ قرآن. همین قرآن. همین قرآنه که میاد در روز قیامت شفاعت میکنه از اهل قرآن. در روز قرآن و در روز قیامت که انسان محتاج است، نه اونجا دیگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، اونجا دیگه از همه انسان فرار میکنه، بیزاره. نکنه که مادرم ازم چیزی بخواد، پدرم ازم چیزی بخواد، برادرم، عزیزم، همسرم، قبیله، همه فرار میکنه که میگه خودم. در اون صحنه‌های به اون وحشتناکی، در اون صحنه‌هایی که انسان نیاز داره به یک کسی که در کنارش باشه، این قرآنه که میاد شفیع میشه. این سوره ملک که میاد میگه که هر شب منو میخون. این سوره آل عمران و سوره بقره است که میان اون رو به آغوش میگیرن و ازش دفاع میکنن. چه زیباست با قرآن زیستن، چه زیباست رمضان رو در سایه قرآن شروع کردن و با قرآن رمضان داشتن. این فرصتی که ببین در رمضان چه اتفاقی میفته. از هر طرف صدای قرآن هست. مؤمنان اینجا و اونجا قرآن تلاوت میکنن. اونی که تلاوت بلد نیست، قرآن کامپیوتری داره، نمیدونم موبایلی داره، چیزی داره، تلاوتی رو روشن کرده، صداش میاد. شبهای تراویح هست. هر جا مؤمنان دارند، یه قاری خوبی اومده براشون قرآن تلاوت میکنه. فضا کلن دعوت میده به سوی قرآن. چیزی باست که این دعوت رو ما لبیک بگیم، بیاییم با قرآن زندگی کنیم، در کنار قرآن باشیم و ماه رمضان امسالمون رو ماه قرآن کنیم. انشاءالله قرآن، ماه رمضان، ماه قرآن، همجوری که جناب دکتر اشاره فرمودن، اصلا میتونیم بگیم که فضیلت و ارزش رمضان به خاطر این کتاب است و فضیلت شب قدر که 1000 ماه از 1000 ماه بهتر است به خاطر اینه که در اون شب این کتاب نازل شده.
رمضان ماه قرآن و رمضان باید ما رو با قرآن آشتی بده. بیایید با قرآن آشتی کنیم و برگردیم به سمت قرآن. در فاصله رمضان گذشته تا رمضان امسال خیلی دور بودیم از قرآن، هممون همینطوریم الا من رحم ربی. اکثر ما در فاصله رمضان تا رمضان شاید فرصت کمتری داریم برای قرآن و حداقل رمضان این فضا رو ایجاد میکنه و این حس و حال رو ایجاد میکنه تا یک کمی به خودمون بیایم و تا الله متعال با رمضانش که اون رو به خاطر قرآن برای ما عظمت داده ما رو یک تلنگری بده و یک تذکری بده و بفهمونه که قرآنی هست، کتابی است که هر چقدر شما به این کتاب نزدیکتر بشید ارزش و مقامتون بالاتر میره و هر چقدر فاصله با قرآن بیشتر بشه انسان انسانیتش رو گم میکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این کتاب برای کوهی که همش سنگه نازل میشد میدیدی که کرنش کنان از ترس الله متعال میترکید، منفجر میشد، تاب و تحمل و توانش رو نداشت. اما قلبهایی هستن که وقتی قرآن بر آنها خونده میشه هیچ متأثر نمیشن، قلبهایی که سخت‌تر از سنگن. این قلبها اگر در رمضان نرم نشه، اگر در رمضان قلب ما با شنیدن کلام الله متعال با قرآن بر نگردیم، توبه نکنیم و آشتی نکنیم با قرآن، متأثر نشیم از قرآن، تدبر و تعقل در قرآن نداشته باشیم، این قلب خیلی وقت مرده و این قلب دیگه سنگ هم بر او شرف داره و این قلب، اون قلب دیگه اسمش قلبه اما سنگه، اما دیگه هیچ نامی از قلب نداره، دیگه نمیشه بهش گفت قلب، خیلی وقت مرده. نکنه قلب ما از اون قلبهایی باشه که مرده. رمضان فرصت دوباره زنده شدن با قرآنه و رمضان فرصتیه که ما با قرآن آشتی کنیم، با خودمون آشتی کنیم، با الله خودمون آشتی کنیم. الله متعال همیشه نزدیک است و ماییم که دوریم. درهای بهشت به روی ما باز است، اما کیه که طالب بهشت باشه؟ درهای دوزخ بسته شده تا کسی اصلا به این سمت میل نکنه و شیطانهایی که مسیر رو به سمت دوزخ پیش می بردن هم در غل و زنجیرن. الان دیگه مرد میخواد فقط این روزها و این شبها و این لحظات، اولین روز از ماه مبارک رمضان داره به پایان میرسه، چشم به هم بزنیم در همین برنامه باز با شما آخرین روز رمضان رو اشک خواهیم ریخت. قبل از اینکه اون فرصت برسه و اینکه 29 رمضان بیاد و یا 30 رمضان و ناراحت باشیم از اینکه رمضان از پیش ما میره، هنوز فرصت هست و هنوز ماه مبارک تازه شروع شده. این فرصت ها رو غنیمت بشماریم و این لطف الله متعال و این لطف بیکران، این لحظات، این ثانیه ها رو باید غنیمت شمرده. میگم فقط دقایق رو، ثانیه این زندگی ما در این ماه باید متفاوت باشه با ماهای دیگه. اگر رمضان ما رو به خودمون باز نگردون دیگه فاتحه ما خونده است. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه. خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. رحمتت یا رب فزون است و بسا بی انتها،
صفای قلب دارم از حضورت التجا، شامل حالم بگردان رحمتت ای مالکم، از عذاب روز محشر خود نجاتم ده خدا. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. مرحبا بر ماه روزه، مرحبا بر ماه خیر، باب ریانت تو بگشا، صاحب لطف و سخا، فرصت عمر است روزش در صیام و شب قیام، ماه رحمت ماه غفرانت رسیده بهر ما. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. عرض حالم را تو خود دانی که همرازم تویی، لذت ایمان نصیبم کن ببخشایم زیا. عرض حالم را تو خود دانی که همرازم تویی، لذت ایمان نصیبم کن ببخشایم زیا. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. عرض سلام مجدد خدمت همه شما روزه‌داران عزیز و بزرگوار. در لحظه های آسمانی اولین روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما خوبان و سروران هستیم. در رمضان ماه قرآن، رمضان ماه قرآن است. اما اگر در قرآن نگاه بکنیم، قرآن درباره رمضان چی میگه به ما؟ رمضان قرآن رو برای ما بیشتر و بیشتر و بیشتر معرفی میکنه و قرآن هم درباره رمضان سخن داره برای ما. جناب دکتر، اگر حالا از قرآن به رمضان نگاه کنیم، درباره رمضان چه خواهیم دید؟ قبل از این که به اصطلاح به آیاتی که در سوره بقره به رمضان اشاره شده اشاره کنم، در تایید فرمایشات جناب عالی که چقدر ما به کلام الله باید وابسته بشیم. خداوند متعال فرمایند افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
یعنی اونایی که قرآن رو همینطور سرسری گرفتن، بهش بها نمیدن، اصلا اونا خیلی از علم و دانشی که شایسته یک انسان هست به دورند، جاهلند. حتی اگر بزرگترین فیلسوف و فیزیکدان و ریاضیدان دنیا باشن، قرآن اونا رو امی حساب میکنه. امیون لا یعلمون الکتاب. اینا آدمای بی سوادی هن. هرچند که احساس بکنن که خیلی سواد دارن، یعنی اینا رو میبینید که مثلا همونطور که مثلا میگن که بعضی‌ها میگن که آقا انسان تونست روی ماه راه بره اما نتونست که روی زمین مثل انسان زندگی کنه. ما اینا رو میبینیم، با چشمای خودمون میبینیم با چه مشکلاتی روبرو هستن در زندگی فردی خودشون، در زندگیشون با اطرافیان و در زندگی خانواده، در حالی که این فرد کی هست؟ یک نمیدونم بزرگترین مدارک علمی رو از بزرگترین دانشگاه‌های دنیا داره، مخترع نمیدونم چند تا دستگاه هم هست، اما نمیتونه که چطور زندگی کنه، مثل انسان زندگی کردن رو نیاموخته. به خاطر چی؟ به خاطر بیگانه بودن از قرآن. امیون لا یعلمون الکتاب. اینا بی سوادن، چیزی از قرآن نمیدونن، از کتاب الهی نمیدونن. چون که از کتاب الهی چیزی نمیدونن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چون که در قرآن تمعن نمی کنن، قرآن رو یاد نمیگیرن و نمیخونن، اخلاقشون قرآنی نیست، دینشون روش زندگیشون قرآنی نیست، قلبهاشون قفل شده، زنگ گرفته. اینا قلب ندارن. قلبی که قفل زده باشه دیگه چه دردی میکنه؟ یعنی فاقد هیچ گونه ارزشی هست، یه چیزی که تکه گوشت بیشتر نیست. وقتی میایم در سوره بقره آیه 183 نگاه میکنیم که ببینید خداوند متعال چطور برای ما رمضان رو تقدیم میکنه. رمضانی که ماه قرآن هست، قرآن و رمضان که با هم اینطور گره خوردن. ببینید خداوند متعال میگه ای آدمیان یا ایها الناس، این قرآنی که آورده، نه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی با یک لطافت خاص که این صیام، این روزه، این قرآن فقط مال مؤمنانه. این مؤمنانند که ارزش براش قائلند. قرآن برای همه بشریت اومده ها، رحمت للعالمین هست، اما جزئی از این بشر که قدر شناسند، ارزش قرآن رو یاد گرفتن، اینان یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. یعنی یک لطافت خاصی داره برای خودش. کتب علیکم الصیام، برای شما روزه فرض شده، کما کتب علی الذین من قبلکم. گمان نکنید که این یک بازخواستی هست، یک سختی بر شما، نه، این یه ویژگی است، یه خوبی است که این خوبی به پیشینیان هم داده شده، برای شما هم داده شده، نصیب شما هم شد، نصیب شما هم شده. که چه کار بکنیم یا رب؟ هدف از این روزه و چی هست؟ لعلکم تتقون، تا شما تقوا پیشه کنید، تقوا با اهل تقوا باشید. از حضرت عمر پرسیدن که تقوا یعنی چی؟ گفتن که شما شده که در یک زمینی توی راهی که پر از خار باشه رد شده باشی؟ گفتن بله. چیکار میکردیم؟ هیچی، لباسمون رو جمع میکردیم، کفشامون رو خوب میبستیم، خوب مواظب میشدیم که راه خار داره دیگه، خاری به پامون نیاد، لباسمون رو پاره نکنه. دقیقاً همینه. تقوا تصویر زیباش همینه. در زندگی که پر از خار هست، پر از حرام هست، پر از شبهات هست، پر از لغزش ها هست، اینطوری به سوی خدا راه رفتن. یعنی رمضان میخواد برای ما این تقوا رو پررنگ کنه. این مدرسه است. از جالب اینجاست که در این آیه 183 لعلکم تتقون، آیه 187 که آیات روزه در یا آیات رمضان در سوره بقره همش آیات روزه است، از 183 تا 187 که تموم میشه میگه لعلهم یتقون. کل محوریت این روزه و رمضان بر اینه که ما رو تربیت کنه، لعلکم شما رو، لعلهم جامعه رو،
همه ما و جامعه تربیت بشیم بر چی؟ تقوا. بر تقوا. یعنی خلاصه روزه گرفتن از دید قرآن کریم این هست که ما فقط گرسنگی و تشنگی مهم نیست. این یه تمرینیه برای دست یافتن به یک احساس و یک باور و یک نیروی درونی که اون نیرو ما رو به سمت الله متعال میخوانه و دوری از معصیت. این گرسنگی و تشنگی و این که اصلا ما در رمضان فقط گرسنگی و تشنگی نیست، گرسنه نگه داشتن و تشنه نگه داشتن تمام اعضای جسم از همه اون شهوت هایی که توش هست. تشنگی و گرسنگی شهوت معده هست فقط. معده عشق داره که بخوره، پر باشه، بله، شکم سیر باشه. چشم هم میخواد سیر باشه. با چی؟ با نگاه های نامحرم. زبان هم میخواد در هر مجلسی که نشسته لرد باشه، اونجا تعریف کنه، غیبت کنه، مجلس رو دست بگیره، فلان بگیره. نه خیر، باید گشنه و تشنه باشید، نباید چرب باشید. گوش هم خیلی خوش میاد، لذت میبره وقتی که دو نفر نشستن غیبت و بعد کسی رو میگن. نه نمیدونم ترانه و نمیدونم حرفای چرند شنیدن. نه، باید تشنه و گشنه باشی. چشم تشنه و گشنگی خودش رو داره، گوش همچنین، پا همچنین، دست همچنین. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که زورگویی، کسی که چرندبازی، کسی که کار مسخره، کسی که بیهودگویی رو ترک نمیکنه، روزه نمیشه ازش، خداوند هیچ نیازی نداره که اون بیاد خودشو گشنه و تشنه کنه، شکمشو اذیت بکنه. یعنی اگر من نوعی روزه میگیرم به معنای نخوردن در طول روز و ممنوعاتی که هست، اما اخلاقم، رفتارم، چشمم، زبانم، گوشم، قلبم اون عیناً مثل خارج از رمضانه، فقط من معدم روزه است، این روزه به درد من میخوره؟ این روزه به دردش نمیخوره. این روزه مثل چی هست؟ مثل کسیه که دکتر بهش گفته که آقا غذا نمیدونم بین هر غذا تا غذا 12 ساعت نباید چیزی بخوری که برات مضره. این فقط داره به شکمش میرسه، اشاره به برای صحت خودش به اصطلاح نمیخوره. خودش رو منع میکنه به خاطر چی؟ به خاطر صحتش. خودش رو منع میکنه به خاطر چی؟ همه جامعه روزن، من روزه نگیرم چی میشه؟ خب مردم به من بد میگن. پس باید من زبان و چشم و گوش و قلب و دل من باید روزه باشه. این جزئی از روزه است. یعنی اگر کسی اومد راه تقوای روزه که هدفش هست رو عملی نکرد، روزه نیست. ها، گرسنه است، بله، تشنه است، بله، اما روزه نیست. اگر این گرسنگی و تشنگی دلیلی باشه برای اینکه اعصاب من خورده، من حوصله ندارم، من دریوری میگم، من داد میکشم، فریاد میزنم چون روزم، این توجیه قابل قبوله؟ به هیچ عنوان اصلا روزه اومد که گوشت رو تربیت کنه، زبانت رو تربیت کنه، همه تربیت کنه با صبرش. ببینید همه فعالیت ها و کارها و عبادت هایی که ما میکنیم اجر و پاداش داره پیش خداوند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، تا کمترین چیز، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه ذره خوبی بدی کنی اجرش داریم. و خداوند لطفش بر ما این است که هر خوبی بکنیم یه ذره 10 برابر تا 700 برابر تا چقدر که خدا بخواد به ما اجر و پاداش میده، مگر روزه. کل عمل ابن آدم له، هر کار و فعالیت و خوبی که بنده انجام میده، بنده خدا مال خودش، حساب خداش مشخصه، اجرش رو میگیره. الا صوم، مگر روزه، فانه لی و انا اجزی به. خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید که روزه از منه، بنده به خاطر من روزه گرفته، واسه من روزه گرفته، روزه ای که فقط بین منه و بین الله تعالی. یعنی ببینید در همه عبادت ها میشه شرک کرد، در روزه میخواد چه شرکی باشه؟ در همه عبادت ها میشه دیگران رو مد نظر داشت، ببینن که ریاکار، آقا آدم خوش اخلاقی، آقا آدم چه مؤمنی است، نماز میخونه، نمیدونم تلاوت قرآنش رو بشین. اما روزه رو کسی نمیبینه، بین بنده است و بین خداش. همه عبادت ها
به شکل و شمایل اون عبادت میشه شرک کرد. نماز رکوع داره، خیلی ها هستن که میرن جلوی نمیدونم یک انسانی رکوع میکنن. نماز سجده داره، خیلی ها هستن که میرن جلوی یک قبری سجده و رکوع میکنن. اما هیچ کسی نیست که بره مثلا بگه که من به خاطر امام رضا روزه گرفتم. روزه امام رضایی نداریم، سجده داریم برای قبر. این خاص خداست، یک عبادتی هست که فقط و فقط با این عبادت خداوند عبادت میشه. فانه لی و انا اجزی. اجر و پاداش این با خداست. همونطور که خداوند متعال صابران رو اجر و پاداشش میده به غیر حساب. اینجا روزه صبر، مدرسه صبر، مصداق بارز صبر روزه است. مصداق بارزش روزه است. الان طرف میاد صبر نداره، داد و فریاد برام میندازه که چی آقا روزه است. خب روزه بخوره به سرش. این چه روزه ای است؟ روزه ای که مدرسه صبر هست، تو در کلاس اول روزه که صبر هست مردود شدی. کجا میخوای تقوا پیدا کنی؟ یا عزیزی که میاد مثلا روزه است، نماز فجر، آقا نماز فجر سحری خورده روزه است، خسته است، بذارش آرام میکنه. نماز ظهرش از دستش رفت، چرا؟ خوابیده، آقا روزه است. این روزه بخوره به سرش، این روزه نیست. لعلکم تتقون مدرسه روزه است تا شما پرهیزگار بشید. نماز یکی از دستورالعمل‌های تقواست. این صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز بنده رو از فحشا و زشتی‌هات و منکرات دور میکنه. بلکه نماز مهمتر از روزه است. نماز مهمتر از روزه است. روزه در ارکان اسلام نماز اوله. سالی یک بار روزه است ولی روزی 5 بار نماز. روزه اصلا میشه برای روزه آقا مسافر روزه نمیگیره، آقا نمیدونم مریض روزه نمیگیره. نماز چیزی هست که به هیچ عنوان تا همینی که ملک الموت اومد روحت رو کند آورد بیرون، تا این لحظه باید نماز بخونی در هر شرایطی که هستی، چون که این نماز رکن اسلام هست. خب بعد از اون میاد روزه. این نیست که مثلا ما بیاییم به خاطر روزه نمازمون رو خراب کنیم. به خاطر نمیدونم نماز تراویح یه فرصتی هست برای چی؟ نماز تراویح یک فرصتی است که ما نیرو بگیریم، در مدرسه تقوای روزه ما تربیت میشیم، این تربیت رو عملا در قیام اللیل به نمایش بگذاریم که من قام رمضان ایمانا و احتسابا، که اون کسی که رمضان رو قیام لیلش رو ایمان و احتساب انجام داد غفر له ما تقدم من ذنبه. نشه که نماز تراویح بر نماز فرض ما انعکاس منفی داشته باشه. چون تراویح میخونم نماز فرض قضا بشه، نماز فرضمون قضا بشه که تراویح میخونم. به نماز فرض نرسه که آقا خودشون میخواد آماده کنه برای تراویح. اون نماز فرض اولویت داره. نماز فرض تو بخون، تراویح رو نخوندی یه سنتی رو ترک کردی، یه فضیلت بزرگی رو از دست دادی. اما نماز فرق مؤمن و کافره. اینجا محک ایمان و کفره، اینجا جای دریافت فضائل هست. پس مهمترین موضوع در ابتدای بحث رمضان تقواست. تقواست. لعلکم تتقون. بعد از اون خداوند متعال به ما اشاره میکنه ایام معدودات. این روزه همش چند روزه که بیشتر نیست. چند روزی آقا، ایام معدودات، اینا هم مثل برق میگذره. الان از رمضان پارسال 11 ماه گذشته، فکر میکنیم همین دیروز بود رمضان تمام شد. و همین 3 روز هم چشم به هم بزنیم، چشم به هم بزنیم این 3 روز تموم شده. چشم به هم بزنیم میبینیم که تو این 3 روز هیچ کاری نکردیم، از خودمون راضی نیستیم، از عمل کردمون راضی نیستیم، از نمازمون، از تربیتی که توش شدیم. باید اینو یعنی کاری بکنیم که خودمون در آخرین روز رمضان یه سجده شکر به جای بیاریم، بگیم خدایا بار اله تو رو شکر که به ما توفیق دادی. البته در رمضان اگر میخوایم رمضانی زندگی کنیم این امکان نداره، این طاقت ما نیست، این توفیق رب العالمین هست. پیامبر خدا بعد از نمازش دعا میکرد که خداوند به من توفیق بده، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بار اله منو یاریم کن، کمکم کن که بتونم ذکر و حسن عبادت و شکر تو رو به بهترین وجه ادا کنم.
اگر میخوایم توفیق الهی یاور ما باشه، ما با نیرو، ببینید وقتی هست که ما بلند میشیم در حالی که سیرخواب نشدیم، خسته ایم، با یک عشق و علاقه ای داریم نماز میخونیم. همین که میری تو مسجد نماز تراویح، یک چه دوربینی بزن، چشمتو بگردون در بین همین نمازگزارا، میبینی یه پیرمردی هست مچاله شده از روزگار، 20 رکعت نمازش رو با یک عشق و علاقه ای میخونه. قرآنی که امام میخونه با یک عشق و علاقه ای میشنوه و چهرهش همش گونهاش از اشک پر است، از تقوا. این 1001 مریضی داره، خستگی داره، با این توفیق الهی است. در کنارش میبینی یک آدم گنده پهلوون 2 رکعت خونده نشسته پاهاشو میماله، خسته شد. توفیق الهی رو میخوایم به دست بیاریم، راهش دوری از گناه است. گناه یک آتیشیه که توفیق رو از ما سلب میکنه. دور شدن از خداوند توفیقی که یک رحمت الهی است، یک هدیه ارمغان الهی است، رو از ما دور میکنه. ایام معدودات، چند روزی که بیشتر نیستن، خستگیش میره، لذت عبادتش میمونه، اجر و پاداشش میمونه، کارنامه اعمالش میمونه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. رمضان بخشودنی نیست، باید روزشو بگیری. اما خداوند رحمان و رحیم هست، خداوند برای مؤمنانش خیر رو میخواد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند همیشه، دین خداوند بر مبنای راحتی، بر مبنای خوشی، یعنی حتی عبادتی که انجام میدی باید ازش لذت ببری. اگر عبادت اون گونه‌ای که باید اجرا بشه انجام بده، انسان واقعا به این نتیجه میرسه، لذت میبره. به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر در عبادتت لذت نبردی، یعنی اینی که این عبادت درست نیست، یه جایی میلنگه، یا اینی که گناهات باعث شده که این عبادت رو سنگینی کنه، لذت نبری، توفیق ازت سلب بشه، یا اینی که شیوه ادای این عبادت درست نیست. اون کسی که میره مثلا نماز تراویح میخونه و امام میاد تو دیوار تو میخونه که نمیفهمی چی داره میگه، این نماز تراویح نیست. این آقا استادیوم ورزشیش دارن ورزش میکنن. نمازی که باید توش تقوا باشه، حضور قلب باشه، تدبر و تفکر باشه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که در جنگ خندق بودن، این فرصت از مؤمنان سلب میشد که یک نماز مؤمنانه بخونن، عصبانی میشد، میگفت ملأ الله قبورهم و بیوتهم نارا حرمونا من صلاة الوسطى. خداوند خونه های اینا رو آتیش بده، قبراشون پر آتیش بشه، نگذاشتن ما از عبادتمون اونطوری که باید و شاید لذت ببریم. نماز باید نماز وسطا باشه، صلاة الوسطا باشه. حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا. خداوند به ما توصیه میکنه که بر نمازاتون مرتب حفظ کنید، نمازاتون رو درست نمازاتون رو انجام بدید و این نمازاتون نماز وسطا باشه، نمازی باشه که توش سکینت هست، توش رحمت هست، توش عشق هست، میفهمی که چی میگید، خشوع و خضوعی که میگیم در اون تجلی کنه. این وقتی بشه یرید الله بكم اليسر، در اون اصلا لذت میبریم. هر جایی که ما راه و رسمی که خداوند برامون گذاشته و پیامبر گذاشته، راه کاری که سنت و کتاب خدایی است، هر جا که ما اون رو رها کردیم بعدش اون باید حتما سختیش 100 برابر میشه، سختی بیشتر میگیریم. در بدعت ها همیشه مشقت هست، سختی هست، لذت نیست. در بدعت ها وسوسه شیطانی هست اما لذت ایمانی نیست. در کارهای خلاف هیچ وقت لذت ایمانی نیست،
وسوسه هست. بعد از اون بیماری هاست، بعد از اون اعصاب خرد کنی هاست، بعد از اون بیماری های روانی است. همیشه بدعت ها، کارهای زشت، گناهان انسان رو چیکار میکنه؟ یعنی به سوی مشقات و سختی ها و بیماری های روانی میبره. همین کلمات هم میفهمد الله تعالی اراده آسانگیری به شما داره. نه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. در آیه بعدیش که آیه رمضانی است، خداوند متعال میفرماید شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه رمضان که در اون ماه، ویژگی این ماه، شناسنامه این ماه اینه که قرآن در این ماه نازل شد. ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. بعد ما رو با قرآن آشتی بده. این قرآن و این ماه حتی هدایت است برای مردمان و بینات من الهدى والفرقان. این راه و رسم زندگی یعنی قرآن، کارنامه زندگی یعنی قرآن. رمضان تو رو میاد با این قرآن آشنا کنه، با این قرآن آشتی بده. این آشتی که در رمضان با قرآن صورت میگیره باید بعد از رمضان هم تداوم داشته باشه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، کسی که این ماه اومد باید روزه بگیره. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، فرصت از دستت رفت به خاطر بیماری مهلکی بود که نمیتونستی، نمیدونم سفری بود که مشقت بود، بعداً اینو جبرانش کن، چون این چیزی هست که نباید از دستش بدی. این فرصت تمرین برای خودته. یه فرصته که نباید به هیچ عنوان این رو از دستش بدی. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. این یک هدایت و ارمغان الهی است. باید بعد از این دیگه همیشه شکر خدا رو به جا بیاری. شکر خداش چی هست؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. الله اکبر، عظمت خدا رو احساس کردن. الله اکبر گفتن. ببینید در رمضان که تموم میشه ما یک ریز الله اکبر الله اکبر میگیم تا برسیم به نماز این. در کل رمضان نمازامون الله اکبر است، همش الله اکبر الله اکبره که تکرار میشه. این یک مدرسه است که به ما میگه که الله اکبر، خداوند بزرگتر از همه غم و اندوهایی که تو داری. خداوند بزرگتر از هر کسی که به سو نعره دشمنی رو با تو میگیره. خداوند بزرگتر از هر چیزی که تو ازش ترس و هراس داری. پس فقط و فقط خداوند. ولعلکم تشکرون، زیباست. لعلکم تتقون داریم، لعلکم تشکرون داریم. این به تقوا باید شکر گذاشته بشه. این رمضان باید شکرش ادا بشه. این قرآن باید شکرش ادا بشه. این نعمت بزرگی که خداوند متعال به ما داده، این رو تشکرش چی است؟ تشکرش استفاده درست، استفاده درست از قرآن، استفاده درست از این موقعیت رمضان. بعد از این خیلی یک آیه هست که این آیه اصلا کل قرآن محوریتش میچرخه روی این آیه. کل رمضانت این آیه است. و این آیه هم در خلال آیات رمضان وسط آیات روزه، آیات رمضانی خداوند متعال این آیه را آورده. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اینجا سوالی نیست، خداوند خودش سوال رو مطرح میکنه. اگر بندگان من جویا شدند، پرسیدند، عنی، بندگان من، اگر آدمیان نه، عبادی اینا بندگان منن. ای محمد مصطفی اگر این بندگان من جویا شدند از من، فانی قریب، نیاز نیست که تو بهشون بگی که من نزدیکم، من خودم میگم بهشون که بندگان من به شما نزدیکم. این بندگان من وقتی که در خلال آیات رمضان قبل و بعدش ذکر میشه میتونه اشاره به این هم داشته باشه که یعنی کسایی که روزه میگیرن فقط باید امیدوار باشن به این بندگان من، یعنی کسی که روزه نمیگیره دیگه، کسی روزه نمیگیره اون که بنده خدا نیست، اون خودش قبول نکرده که بنده خدا باشه. ما بنده خدا داریم و بنده شیطان، بنده هوا و هوس داریم. اونی که هوا و هوس و میل و خودش میره دیگه، اون که خودش
راه خودش رو جدا کرده. افرایت من اتخذ الهه اله و هوا. هوا، اونا بندگان هوا و هوس هستن. خداش هوا و هوسش هست. اما عبادی اذا سألك عبادی، بندگان من، یعنی نه مؤمنان، نه بندگان من، اینو مال منن. کی که داره میگه؟ این نسبت به الله تعالی خیلی قشنگه. خیلی، یعنی بندگان من، مال من، اهل الله، اینو مال خدان. اذا سألك عبادی، بندگان من، عنی، در مورد من جویا شدن، فانی قریب. صفتهای خداوند چقدر زیاده. خداوند کریم است، ودود است، رحمان است، رحیم است، رزاق است. نفرمودند که اینجا من رزاقم، من کریمم، من مهربونم. فانی قریب، نزدیک، من نزدیکشونم، من با اونام. هیچ وقت تنها نیست. من بنده من تنها نیست. خداوند به ما نزدیکه. ماییم که از شومی خودمون احیانا از خدا دور میشیم. خداوند نزدیکه. اگر دوری اتفاق میفته از ماست، از خدا نیست. فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. هر یکی از بندگان من که طلبی داره، حاجتی داره، نیازی داره، برآوردش میکنم. دعا کنه. چه دعا کنه؟ خدایا چه دعا کنیم؟ اجیب دعوت الداع. هر چه دلت میخواد، هر حاجتی که داری، هر نیازی که داری، هر چه که داری رو بیار به درگاه من. مخصوصا تو رمضان. تو رمضان که این آیه در بین آیات رمضان اومده، یعنی اینی که دعا، ماه رمضان ماه دعاست، ماه با خدا بودن. دعا یعنی چی؟ دعا وقتی میکنی یعنی اینی که هیچ چیزی به نام مستحیل، به نام ناممکن وجود نداره. همه چی ممکنه، همه چی میسره. چرا؟ چون که هر چه تو بخوای و هر چقدر بزرگ باشه در مقابل الله اکبر لتکبر الله، در مقابل بزرگی الله متعال هیچ نیست. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. یعنی چه شرطی هم داره؟ فلیستجیبوا لی. چون میخوای من حرف تو بشنوم، تو هم حرف من رو باید گوش کنی. فذکرونی اذکرکم. یاد من باش، یادت هستم. به طرف من بیا تا به طرفت بیام. یعنی دعای کسانی بیشتر قبول میشه که بیشتر با الله تعالی رابطه دارن. همه باید خدا را دعا کنن. همه. یعنی اینی که من گناهکارم بگم که برم پیش فلانی که برام دعا کنه، نه. من گناهکارم اما خدایی دارم که رحمان رحیم هست، نزدیکتر از هر کسی به من. و خدایی دارم که فانی قریب هست، نزدیک به من. وقتی که خدام از همه به من نزدیکتره، وقتی خدام منو دوست داره، منو میخواد، چرا به طرف خدا نرم؟ فلیستجیبوا لی. من اجابت کنم دعوت خدا رو، خداوند اجابت میکنه دعای منو. من کلام الله رو قبول کنم تا خداوند حرف منو بشنوه. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ایمان داشته باش، لبیک بگو به ندای رحمان. میبینی که خداوند متعال هر دعایی که داری رو قبول میکنه. لعلهم یرشدون. اگر این کار رو گرفتی، اگر مسیر تقوا رو پیش گرفتی، تو رسیدی به رشدت. یعنی تو شدی یه انسان پخته، یک انسانی که عقل تو سرشه، میدونه چی کار داری میکنه. اگر انسانی که با خودش قهره، با رمضانش قهره، با قرآنش قهره، دیگه اون لعلهم یرشدون نیست، این به رشد نرسیده. یعنی انسانی هست که میشه گفت انسان ابلهیه، نادانیه، امیون لا یعلمون الکتاب. معنی رمضانم نفهمید، هیچی نفهمید، نه خداشو شناخته، نه رمضانش رو قدردانی کرده و نه قرآن رو میدونه. خیلی ممنونم جناب دکتر، وقت ما به پایان رسید. ان شاءالله در برنامه‌های بعد به همراه شما و بینندگان عزیز و دیگر کارشناسان و مجریان عزیز موضوع رو ادامه خواهیم داد. تشکر می‌کنیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. رمضان ماه قرآن است و دعاست و روزهای اندکی است و باید ما رو به تقوا برسونه. خلاصه آنچه که در موضوع بحث امروز ما مطرح شد در لحظات افطار و لحظات سحر و لحظات پرفیض ماه مبارک رمضان، ما و همه عزیزان و همکاران از دعا فراموش نخواهید کرد. همینطور از الله متعال برای همه گذشتگان
و رفتگانمون دعای خاص داریم که الله تعالی همه اونها رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. و تا برنامه دیگر از برنامه‌های لحظه های آسمانی همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. خدمت کنم.